سلام رفقا، به کانال ابسونر خوش اومدین. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون روش ساخت کانفیگای V2 RayNG، WireGuard، OpenVPN، ShadowSocket و هر چیز دیگه ای که مربوط حالا به کانفیگا میشه رو بهتون آموزش بدم. همه این کانفیگا رو میتونید از طریق یه سایتی کاملا رایگان درست کنید. فقط کافیه که تا آخر ویدیو با هم همراه باشید، چون یه سری نکات داره که باید جلوتر بهتون بگم. فقط قبل از اینکه بریم سراغ ادامه ویدیو، ممنون میشم با لایک کردن ویدیو، سابسکرایب کردن کانال از من حمایت کنیم. بی معطل بریم سراغ ادامه ویدیو. خب رفقا، سایتی که امروز میخوام بهتون معرفی کنم rocketVPN.net که میتونید حالا سرچش کنید داخل گوگل پلی. اولین سایتی که براتون بالا میاره روش کلیک کنید، وارد همچین صفحه میشید، یا براتون لینکش رو داخل دیسکریپشن قرار میدم. از اون طریق هم میتونید وارد همچین سایتی بشید. برای شروع فقط کافیه که این قسمت ایمیل یه ایمیل وارد کنید. سعی کنید یه ایمیلی رو وارد کنید که براتون در دسترس باشه. حالا من اینجا از تمپ میل استفاده میکنم فقط برای آموزش، و شما چون بعداً هم بهش نیاز دارید سعی کنید از یه ایمیلی استفاده کنید که حالا بعداً هم بهش دسترسی داشته باشید. روی ریجستر کلیک کنید. بعد از اینکه این قسمت وارد کردید یه چند لحظه صبر کنید تا براتون یه کد ارسال بشه. خب الان همونطور که میبینید برای من کد ارسال شد. بازش کنیم. خب 8680 اینو کپی کنیم، قسمت وارد کنیم، چند لحظه صبر کنیم تا وارد سایت بشه. خب رفقا، بعد از اینکه ثبت نام کردید حالا یه سری پلن‌های پولی میبینید که میایید پایین‌تر یه بخش پرومو کد میبینید که با این بخش کار داریم. شما با ایمیل یا جیمیل فرقی نمیکنه، با هر کدوم که ثبت نام کردید تا 48 ساعت آینده باید منتظر باشید تا پرومو کد برای شما ارسال بشه. حالا با هم دیگه الان میریم بهتون نشون میدم پرومو کدش به چه صورت ارسال میکنه. خب رفقا، الان همونطور که میبینید من با یه جیمیل دیگه ساختم که قبلا برای من پرومو کد رو ارسال کرده. یه همچین چیزیه. اینو وارد میکنم، بعدش میتونم از پلن رایگان و حالا با کمترین پلنش یعنی همین برونز استفاده کنم به صورت رایگان. حالا من وارد اون یکی اکانتم بشم که از قبل ثبت نام کردم، با هم دیگه ادامه مراحل رو پیش بریم. خب بعد از اینکه پرومو کد براتون ارسال شد، دوباره می‌خواستید وارد سایت بشید و مراحل رو پیش برید، فقط کافی که این قسمت اول همون ایمیلی که باش داخل سایت ریجستر کردید و وارد کنید. این قسمت پسورد هم داخل همون جیمیل رو براتون پسورد رو ارسال میکنم. حالا روی اون جیمیلی که براتون ارسال کرده روش کلیک کنید و مابین یه سری اطلاعات پسورد هم هستش که میتونید این قسمت وارد کنید و در نهایت روی گزینه نکس کلیک کنید و بقیه مراحل رو پیش برید. خب رفقا، الان من وارد اکانت اصلیم شدم، همون که قبلا باش ثبت نام کرده بودم. الان همونطور که میبینم سابسکریپشن یا همون پلن برونز برای من فعال و این قسمت پایین ترش قسمت سلکت وی پی ان تکنولوژی. از این قسمت میتونم کانفیگای مختلف یا برای کلاینت مختلف بسازم، مثل وایرگارد، V2 Ray، ShadowSocket، OpenVPN. و دوباره یه مقدار بیایید پایین تر از این قسمت میتونید لوکیشن های مختلفی رو برای خودتون انتخاب کنید. حالا به عنوان مثال من وایرگارد رو انتخاب میکنم، روش کلیک میکنم. بعدش این قسمت حالا خودش یه سرور میاره. من این سرور رو نمیخوام، روی وان مور سرور کلیک میکنم، در واقع این لوکیشن رو نمیخوام، روی این قسمت کلیک میکنم. حالا برای خودتون دیگه از این قسمت لوکیشن انتخاب میکنم. حالا به عنوان مثال من آلمان رو انتخاب میکنم، روی کانکت کلیک میکنم. خب الان همونطور که میبینید برای من این قسمت اووردش. فقط کافیه که روی کانفیگ فایل کلیک کنم تا فایل این کانفیگ برای من دانلود بشه و ببرمش داخل وایرگارد ازش بتونم استفاده کنم. خب رفقا، بعد از اینکه برای خودتون سرور نصب کردید، روی وارد برنامه بشید، روی این علامت مثبت بالا اد فرام فایل اور زیپ رو بزنید، وارد فایل شخصیتون بخش دانلودا بشید. آخرین چیزی که نصب کردید رو به برنامه اد بزنید یا همون اضافه کنید. حالا آخرین چیزی که ما اضافه کردیم این پایینی است، همونطور که میبینید داره کار میکنه. الان همونطور که میبینید من حدود 11 تا 12 تا اشتباه نکنم سرور اضافه کردم که اکثرشون کار نمیکنن، فقط یکی دو تاشون کار میکنن. یه دونه همین که الان اضافه کردم، یه دونه هم این بالاییه. حالا اگه دیدید کار نمیکنه سرور رو، شما باید برید دوباره داخل سایت پروتکل‌ها رو عوض کنید.
از این پروتکل منظورم این قسمته. پروتکل رو عوض کنید، لوکیشن رو عوض کنید و تا سرور مناسب خودتون رو پیدا کنید. حالا اگه بازم بخشیش رو متوجه نشدید یا واضح نبود، داخل کامنت حتما ازم سوال بپرسید، من در خدمتتون هستم. دمتون گرم که تا اینجا با هم همراه بودید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.